اگر بندی دستشو بلند بکنه 3 بار بگه یا الله، الله میگه من شرمم میاد که دستشو 0 بر بگردونم، خالی بر بگردونم. و 2 تا اعتراف هم خیلی دوست داره، این که از بندش بشنوه که هر چی من دارم تو زندگی من هست از پدر و مادر خوب، فرزندان خوب، همسر خوب، شاگرد خوب، معلم خوب، دوست خوب، همسایه خوب، هر چی نعمت تو زندگی من هست پروردگارا منشأش تویی. این اعتراف که همه نعمت ها از جانب اللهه آدمو جهت میده به طرف شکرگزاری. وقتی تو قبول نداری که این چیزا خدا داده چطوری دست شکر بلند میکنی؟ پس شکر، اعتراف به نعمت آدمو به شکر میرسونه و شکر آدمو به خوشنودی و رضای خدا میرسونه و رضای خدا یعنی سعادت و پیروزی و رستگاری. دومین اعترافی که خدا دوست داره این که ما به خطاهامون و تقصیرات و کوتاهی‌هامون اعتراف بکنیم. خدایا من کوتاهی کردم، مقصرم، تو بزرگواری بکن، قدم عفو بکش. این اعتراف هم خدا خیلی دوست داره.